به نام خدا. محمد پورترابی هستم، آناتومی عضلات بدن انسان. مبحث امروز در مورد عضلات دیواری قدامی آگزیلار که ما در این جلسه به بررسی عضلات پکترالیس ماژور و پکترالیس مینور یا همون عضلات سینه‌ای بزرگ و سینه‌ای کوچیک می‌پردازیم. اولین عضله‌ای که ما مورد بررسی قرار میدیم عضله پکترالیس ماژور یا همون سینه‌ای بزرگ است که این عضله دو تا سر داره، سر کلاویکولار و سر استرنوکوستال، یعنی اوریژین اون از دو ناحیه هسته. بعد اینکه سر کلاویکولار از سطح قدامی نیمی داخلی کلاویکل شروع میشه و سر استرنوکوستال اون میگیم سطح قدامی استرنوم به اضافه 7 غضروف دنده‌ای اول به اضافه انتهای استرنال دنده ششم و از آپونوروز عضله مایل خارجی شروع میشه. حالا کجا میره؟ وصل میشه به لبه خارجی ناودان اینترتوبرکولار هومروس. پس این وصل میشه به لبه خارجی ناودان اینترتوبرکولار هومروس، ولی عضله ترس ماژور وصل میشد به لبه داخلی ناودان اینترتوبرکولار هومروس. خب اینزرشن این عضله کجا هست؟ اینزرشن عضله پکترالیس ماژور گفتیم که لبه خارجی ناودان اینترتوبرکولار و عصبدهی اون. عصبدهی اعصاب پکترال داخلی یعنی پکترال ماژور خب بر عهده نیست اون الیاف سر کلاویکولار اون از اعصاب 3-5 و 3-6 عصبدهی میشن، عصب میگیرن و سر استرنوکوستال اون از اعصاب 3-6 3-7 3-8 و T1 عصب گیری میکنن. و اینکه حالا کلا نقش این عضله داخل چی هست؟ داخل فلکشن، اداکشن. چرا اداکشن؟ چون از طرف داخل اومده این طرف و وقتی هم که عضله میخواد از اوریجین به اینزرشن، یعنی از اینزرشن به طرف اوریجین، داخل اداکشن بازو نقش داره و همچنین داخل چرخش داخلی بازو در مفصل گلنوهومرال. چرا چرخش داخلی؟ به خاطر اینکه وصل به لبه خارجی ناودان اینترتوبرکولار و همچنین سر کلاویکولار اون، یعنی این سر کلاویکولار اون در فلکشن و اکستنشن بازو و سر استرنوکوستال اون در اکستنشن بازوی فلکس شده نقش داره. یعنی زمانی که بازوی ما داخل فلکشن قرار داره در اکستنشن نقش ایفا میکنه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حتما اون زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای بعدی که آپلود شدن متوجه بشید. خب عضله بعدی عضله پکترالیس مینور می باشه که عضله پکترالیس مینور سطح قدامی و یعنی از اوریجین اون از سطح قدامی و کنار فوقانی دنده های 3 4 و 5 به حساب شروع میشه. به کجا وصل میشه؟ وصل میشه به زائده کوراکوئید اسکاپولا. نقش این عضله به حساب چیه؟ اون عملکردش چیه؟ اینه که نوک شانه رو پایین میکشه و همچنین اسکاپولا رو به سمت جلو میکشه. پس اوریجین به سمت اینزرشن میخواد حرکت کنه به سمت اوریجین، پس ما نوک شانه رو به سمت پایین میکشه و اسکاپولا رو به سمت جلو میکشه. عصبدهیش توسط کدوم اعصاب انجام میشه؟ عصبدهی اون توسط اعصاب پکترال داخلی، یعنی از 3-5 تا T1 میشه 3-5 3-6 3-7 3-8 و T1 عصبدهی اون رو انجام میدن. ممنون که ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.